إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بسیار عزیز و پدران و مادران گرامی، الله بسیار مهربان خواستم که خدا اخلاص ما را ما و شما به سوی دین، به سوی بندگی الله یاد گردانه. از خداوند بسیار ما خداوند بی مثل و بیمانند و از خداوند بی نیاز خواهان که الله ایمانهای ما را باز هم کاملتر و باز منورتر و باز هم مستحکم کند. خدای بسیار شکرانه گوی او هست که خداوند ساعت چی عمر را برای ما تقدیر کرده است، مهربان یک روزگذرانی نصیب گرداند که در این روزگذرانی خدای ما راضی باشد. خدای مهربان آگو هستیم از هر دارو درستی که او غضب ما را از آن از شدن آن حفظ بفرما و خدای مهربان گذشته‌مان رحمت مغفرت کن، بیماری ها من شفای کامل نصیب گردان و الله مهربان مسافران هر جا باشند تو سلامت و کارشان خدا مهربان برار و برکت و هر یک مقصود و تمنیات های نیکشون حاصل گردانو و سختی هایی که مبتلا خدایا سختی ها را از بالای سرشان دور بگردان. بسیاری خواهرای بیشتر از ما دعا طلب کردند که تا خداوند برای اونها شوهرهای صالح و بسیاری برادران بیزن خواهش کردند خداوند برای اونها زنهای صالحه نصیب بگردان. خدایا این ملکهای ما را، این دیارهای ما را همیشه آباد و امن نگه دار. الله مهربان این لحظه هایی که در دعوت تو میگذرد، در خدمت راه دین میگذرد، خدایا از ما هم قبول فرما. خداوند تا زمانی که ما اگر حیات باشیم در این راه دعوت استوار نگهمان بدارم
و از جمیع فتنه ها و آفت ها و از جمیع بخل و حسد و بدبینی الله مهربان در پناه عصمت و رحمت خودت نگهمون بدار. برادران عزیز و گرامی، الحال انشاءالله من میخواهم که یک چند سوال هایی که در پیشم دارم برای شما جواب گردانم و انشاءالله ساعتم یک کمی دیری از شب است و گاه از بس که وقتها و بعضی دیگر مشغولیت ها هم که هست ساعت های ثبت کردن و ساعت های مقصد با شما گفتگوها بعضی ساعت هامون دیگر موافق نمی آید. برای همین ما وعده کرده نمیتونیم که مقصد فلان روز فلان ساعت برای شما یگان برنامه داشته باشیم. فقط میکابیم روزی را که موافق آمد، ساعتی را که موافق آمد. به هر حال خدای مهربان بسیار سپاسگزار و شکرگزاریم که همین لحظه هاش هم برای ما و شما امکانیت میتید. همیشه هم الله را سپاسگزاریم. برادرای عزیز و گرامی، پیش از سوال ها را جوابش گرفتن، البته از همین صحیفه نور تیوی که چی در یوتیوب و چی در اینستاگرام مقصد الحال هم که باشد شاید شما تماشا داشته باشین. انشاءالله دستگیری هاتون فراموش نکنین تا برای پیشرفتی مقصد همین برادرها و بنده هایی که در اینجا خدمت میکنن، کار میکنن، مهنت میکنن، خلاص یک باز یاردم شما هم دستگیری شما هم لازم میشود. خداوند شما را بازم تنی صحت و ایمان کامل نصیب گرداند. برادران عزیز و گرامی، هر یک سوال و جواب ها را شما اگر اهمیت داده باشین، من پیش از اونها برای شما یک دعای از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از دعاهایی که حضرت خودشون دعا میکردن، من به شما دائم رسانیده استم. این حاضر سیم دعای هست که من به شما در برنامه ها گفته استم. باز میگم که به خاطری که شما هم باید طرز دعا کردن هم دانید. یک کس هم که گفت دعا کن، یک دعای بکن که خلاص در همون دعای تو یک معنا و یک رویش از پیامبرمون باشد. خلاص بعضی او دعاهایی که پیشتر هم که بود از ما معناهای خوبم که داشت، ولی اکو باز با این قدر امکانیت و با این قدر درس هایی که هست، اگر به شرطی که با اینم که پایبند نشیم، فکر میکنم که این یک بی‌مهری و بی‌محبتی و مقصد بی‌حوصلگی ما و شما را نشان میدهد. از این لحاظ این دعایی که از من در پیشم دارم، ایرا مادرمان حضرت عایشه صدیقه طاهره، این زنی پاک دامن، این زنی بسیار با غیرت و جسور، این زنی که محبوبی پیامبر نازنین ما بود، راوی این حدیث حضرت عایشه مادرمان است. و
جناب ابو داود و امام ترمیزی اسناد این حدیث را حسن و صحیح میگن. من دعا را میخوانم مثل دعاهای پیشتره. شما برادران عزیز گوش اندازین و اگر با همین طریقی که از پیامبر ثابت است حفظ کنین به نهایت نیک. اگر به شرطی که با تاجیکی که من معنا میکنم با اینم که اگر شما همچنان اگر تکرار کرده توانین دعا کرده توانین اینش هم انشاءالله خیر است. ان عایشه رضی الله تعالی عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یدعو بهؤلاء الکلمات. عایشه مادرمان گفت این شوهر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در دعاهاش از کلمات های ذیل استفاده می برد. یعنی اون کلمه ها چی هستن؟ یکم اللهم اینی اعوذ بک من فتنة النار و عذاب النار. یکم دعاش. دعای دو و من شر الغنى والفقر. برادران عزیز دعا کردن پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم از فتنه نار به معنای آتش، از فتنه آتش جهنم و از آتش و از عذاب آتش جهنم. از در بالا از دو چیز پناه طلب کرد، از فتنه عذاب جهنم و دوم از عذاب جهنم. خدایا گو به سوی تو پناه طلب میکنم. یعنی برادران عزیز مراد از فتنه آتش جهنم یعنی چی؟ از آن عملهایی که وقتی انسان به اون مبتلا می شود و این عمل او را داخل آتش جهنم می کند، من از همان عملها به سوی تو پناه طلب می کنم. برادران عزیز بسیار در حیات ما مهمه، بسیار ضروره. انشاءالله دعاهاتون اگر خدا قبول کنه دیگر در قلبهای شما همون کردار بسیار یکی از کردارهای رذیله می شود، بسیار یک کردار زشت می شود. دیگر دعا تا که خدا قبول کنه. هر عملی که صاحبش عذاب ده ببرد مبتلا کند یا دوزخ ببرد، وقتی تو دعا کردی که خدا از همون عملها پناه طلب میکنم الله که دعا تا قبول کند، تو دیگر خودت همون عمل بدیلت بد میبینی، دیگر هیچ وقت پایبند شده نمیتونی، نمیره دیگر برای عمل. برای دعا تا خدا قبول کرد و انشاءالله بین چه یک لطف و مهربانیه که تو دیگر همون عملهای بد انجام داده نمیتونی. دعاهای بعدیش چی بود؟ و من شر الغنا و الفقر. خدایا از بدی، از شومی و از شر گفته زیشت بد، از بدی و از شومی ثروت و مال به سوی تو پناه طلب میکنم. یعنی ثروت و مال برادرها این خود بد نیست، این هم یکی از نعمت‌هایی است که خدای مهربان وقتی به بندش مال میتد، ثروت میتد، این هم نعمته. لیکن از شومی و از بدیش پناه طلب میکنم. مراد از شومی و بدیش چی است؟ این است که انسان وقتی که مالدار می شود، خدایا مرا از مالدارهایی که تکبرن، خصلت های تکبری، خدایا از مالدارهایی که
خودبینن، از مالدارهایی که ناپسندن، از مالدارهایی که رابطه را با الله کندن، از مالدارهایی که تماما غم دیگران را نمیخورن، از مالدارهایی که هیچ وقت در قلبهاشون رحم ندارن. خدایا از این گونه مالدار شدن را مرا نگه بدار. انامین شر غنا، بدی مال انامین است که وقتی مالدار از رمکه یا از چارچوبه آدمگری وقتی بیرون کرد، ایرا بسیار بگیم پیامبر دعا کردن که از بدی مال. انامین آدم به همون حالت چی برد؟ انامون مالش برد، انامون حالتش، انامون امکانیتش آدم به همین احوال برد. خدایا گو مالدارم هم که کردی، از زمره مالدارهایی که هیچ وقت یک انسان خاکسار باشم، یک انسان عادی باشم، یک انسانی که غم دیگران را بخورم، یک انسانی باشم که در برابر مالداریم با در قلبم ترسی هم باشد. خدایا انای خیل مالدارم کن. و من شر فقر با گفت، از بدی کمبغلی. از بدی کمبغلی با چی بدی داره؟ اصلا کمبغلی خودش بد نیست. حتی بین بسیار عزیزای خدا میگفتن که الفقر و فخری، یعنی فقر این فخری مای، این آبروی مای، این عزتی مای. دعا میکن خدای مهربان ما را در حالت فقر نگه بدار. زیرا میدونستن که پیامبر نازنین گفته بود که فقیرها با 500 سال پیش از آدمای ثروتمند داخل جنت میشوند. لیکن بدی فقر در چیه؟ بگه وقتی که فقر خدا دادش، در همون فقر بی صبره، در همون فقرش باز رضا نیست، در همون فقرش از جانب خدا نمیبینه. میگه انا همین را بدی فقر میگن. پس برادرای عزیز خلاصه میکنیم، الله مهربان دعا کردن پیامبر نازنین که خدای به سوی تو پناه طلب میکنم از فتنه آتش جهنم، از آتش جهنم، از بدی ثروت و مال و از بدی فقر به سوی تو پناه طلب میکنم. همین دعا را هم برادران عزیز مثل دعاهای پیشتری که من برای شما تعلیم داده بودم، این را هم میتونید که یا نویسین یا میتونید اگر قوه محافظتان خوب باشد حفظ کنین، در دعاهاتون دایم ایرا کنین. این دعای همه جا و همه وقته، این جای مخصوص نداره. هر زمان این دعا را کنین انشاءالله برای شما خیر است. برادران عزیز میایم به سر سوال هایی که در پیش من هستند. اول من یک سوالی رو برادران عزیز نمیدونم در سوال و جواب های 25 بود یا 24 بود، ما را یک نفری از خودشون معرفی کردن از ناحیه اشت و به نهایت ما را چندین بارها فقط زاره و تولا که همین سوال ما را خوانین و جواب همین را گردونین. و این آدم اگر یادتان باشد برای من سوال داده بود که انا مقصد من سال 2018 یا 2019 اویله دار شدم، بعد 4 ماه با همسرم به روسیه رفتم، به خاطر که همسرم ذکر نشود خواهرش را آوردم. انا بعد 1 سال همسرم را به وطن برای دیدار پدر و مادرش روان کردم. بعد برگشته آمدنش تماما دیگر شد
با سببی که هر بار حامله میشد طفلش پیش از تولد میافتید. گفته همین خیلی آمده بسیار چیزها را نویساندن که خیلی خلاص این دختر خودشا با گنگی انداخته است. بعدا کدام ملای در همونجا بوده است گفته است که این مقصد هیله میکند، نیرنگ میکند، این گنگ نیست. این بچه میگه من کامیرا ماندم، در کامیرا فلان مقصد دیگر قپیدم. حالا که همه اینا برادرای عزیز، مادر همین دخترم به پیش من آمد، خود همین دخترم با من با تلفن گپ زدن. ولی بسیار این سوال غرضناک بوده است. مقصد از سوال دادنش یعنی به خاطر خدا نه، فقط به خاطر گویم که همون نماینده های خانواده همون بگیم زنشا بگیم یا همون خانواده پیشتره خوشتامنشا برای متهم کردن یا برای زبان کوتاه کردن برای همین سوال کرده. من برادرای عزیز بسیار ناراحتم شدم، بسیار از این گویم هر خیل گمانهای بدم در ذهنم گذشت. فقط از شما یک چیز من میپرسم که هیچگاه سوالها را به طریق غرضناک نتین. سوال وقتی که میتین سوالتون فقط به خاطر خدا باشد. در سوالتون هر یک آدم متهم کردن و اینا حاجی میرزای تریتان گفت، حاجی میرزا چیزی را میخواند در جوابش میگد، ولی اون مقصدهای نادرست و پلیدی را که شما دارین من از اونش آگاهی ندارم. برای همین هر کسی باشین نباشین این کارها را نکنین. هر یک آدم باید اول یک سرگذشتی خودشا یا پیشترکی خودشا ورق زنه، یا یک آدم وقتی شما گناهگار میکنین طرف خودتان تماما یک آدمای میبرارین که گویا هیچ کمبودی در شما نبوده است. از این لحاظ این کارها را نکنین. سوال میتین به خاطر خدا، نمیتین مرحمت همون سوال تینده را گوش کنین، جوابها را او در گوش کردنتون در دیگرش ثواب بگیرین. برای همین من با این مادر و با این خواهر سوال و جواب داشتم. مقصد از ملامت اینها یا از مقصدهای اینها شما خفه نشین. زمانی که اگر شما آلوده به گفته و گپ اینها که نباشین هیچ اهمیت و پرواش رو نکنین. انشاءالله همش خوب از خیره در حق شما تهمت باشد، انشاءالله شما پیش خداوند ثواب میگیرین. ولی از این خیلی گپ‌ها و از این خیلی کارها خداتون دور بگیرین که این کار شما کار خیر نیست. سوال دیگری که در پیش من هست، اینجا سوال دادن که دردی وسواس داریم. دردی وسواس برادرای عزیز میدونین که دردی وسواس یک دردی هست که خلاص یک آدم دویم همین فکر میکنه که مثال همین لباسش بی نمازه، یا وقتی در این نماز میدراید فکر میکند که طهارت نداره، یا اینکه دویم حس میکند که همین یک بوی بد از تنم بیرون میشود، یا در این نمازه که فکر میکند که پیشابش ریخت. خلاص اینها را دردهای وسواس میگن. برادرای عزیز و خواهرای خیلی مهربان، هرگاهی که ما در همین درد مبتلا میشیم شما یک چیز فراموش نکنید که شیطان بسیار دشمن قوی است. شیطان بسیار دشمن قوی است. این هیچگاه ما را ترکم نمیکند، زیرا این در پیش خداوند عهد گرفت، پیمان گرفت که مهلتش داد الله مهربان تا روزی که فرزند آدم، تا روزی که قیامت هست، این شیطان مردود ملعون عهد گرفت که
من که از پشت فرزند آدم از درگاه تو از نزد تو که رانده شدم، من اینها را مقصد اغوا می اندازم. ببین بعضی کارهای زیشت و بعضی بگیم نافرمانی ها را در نزد چشماشون جلوه میتونم. اینها را مقصد من وسواس میکنم. این همی وسواس هایی که هست همه از طرف شیطانه، یعنی از طرف جینه. برای همین خواهرها برادرای عزیز، وقتی که همین درد شما در خودتون احساس کردین، شما فقط به اراده هاتون، شما دائم پای به طهارت گشتن. ولی ببینید شما میتونید که هر گاهی که همین وسواس در دلت آمد خیز برای طهارت کن، یا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس در دستت بخوان، در تمام بدنت بمال. یا اینکه ذکرهای سحر بیگار حتما بکنین، همینها را دسترس کنین. در کتابخانه هست، بیاین ذکرهای سحر بیگاه، نیم ساعت ای سحر نیم ساعت ای بیگاه، زور وقت بگیره، نیم ساعت میگیره. همینها را بکنین برادران. این معالجه همین دردهای بگیم همین جنوره همینه. و همچنان پای به طهارت گشتن و قرآن خواندن. بعد در گوش هاتون شکر در همین تلفن ها هم از همون بگیم مارکت هایی که مگزین هایی که هست در همین اینترنت ها، شما رقیه مقصد بنویسین، حافظه قرآن های بسیار مشهور در همونجا بیرون می شود. یک تکش انتخاب کنین، همون را مقصد در داخل تلفناتون گذارین، با طریق همون ناوشنیکا که در گوش میگذارن دائم گوش کنین. انشاءالله ایره همین معالجهش خواهرها و برادرها عزیز همینه. حتی در جاگاه خوابتم که خواب کردی گوش دمون خواب کن، یکون گناهی نداره. همین دور کردن وسواس علاجش همینه. سوال دیگر، سنت هایی که در مسافرت هست حکمش چیست؟ سنت ها ما برادران عزیز سنت های مؤکده داریم، یعنی همین 5 وقت سنت هایی که از سحر تا بیگاه ما و شما میخوانیم، یعنی 2 رکعت سحر، 6 رکعت در پیشین، 2 رکعت در شام، باز 2 رکعت دیگر در نماز عشا خفتن. اینها سنت های تأکیدی هستند. با ترک این اگر به عذر آدم اینها را ترک کند هر آینه گناهگار میشیم. ولی در سفر وقتی میبراییم برادران عزیز و گرامی، حکم سنتش باقی میمانه، فقط تأکیدیش از بین میروه. یعنی در سفرم ما برادران عزیز و گرامی از دایره مذهبمان طریق ادا کردن سنتی در سفر، اگر به شرطی که ما تعجیلی باشیم، یعنی در بگیم راه اگر در حرکت باشیم، مقصد سفرمون سفری هست که باید جای ایست نکنیم، اینجا در ما میتونیم که همون فرض شخوانیم، سنت شا ترک کنیم. لیکن اگر به شرطی که وقتی ما شرایطمان، امکانیتمان، وقتکامان همش اگر موافق باشد، هیچ تعجیلی نداشته باشیم، این حالت در گفته استرم حکم سنتش باقی میماند و تأکیدیش از بین میرود. برای همین اگر خانمش انشاءالله پاداش میگیریم و اجر میگیریم. ولی اگر کسی هم که ترکش کرد و ترکشم او را ما حق ملامت و حق سرزنیش هم نداریم.
ولی اگر خوانین برادران عزیز، انشاءالله ثواب میگیرین، پاداش میگیرین. البته هر یک عبادت، هر یک رکعت روز قیامت برای ما و شما بسیار مهمه. ولی در بعضی از قصه ها میخونیم میگه وزن یک دانه برنج در روز قیامت ترازوی اعمال در میگه بدی ها تا میمانند و کارهای ثواب تا میمانند. میگه در ترازو همون برای آنه که تو نجات بیابی و طرف همون پله ترازوی اعمال نیکت برای وزنین شدن، وزن میگه یک دانه برنج در کاره. میگه اجازت میتم برای میگه پیش پدرت میره، پیش برادرت میره، برای از کسی میخوای وزن هم یک دانه برنج از ثواب برای تو بتد، تو مقصد تمام، انشاءالله پیش خداوند عذاب نمیبینی. وقتی میگه بنده میاد پیش نزدیکترین آدماش میاد، پیش رفیقاش میاد، پیش فرزنداش میاد، اینا چی میگن؟ میگن یکی مبادای خود موندم، همون مقدار وزن یک برنج در کار نشود که نیابیم. بعد ما از کی میگیریم؟ حتی همون با وزن یک دانه برنج هم ثواب کسی را نمیتد. همه فقط در همون یاد و هوش جان خودشانه که مقصد ما از نزد الله نجات بیابیم. برای این اگر این نمازهای را که ما اگر سنتهای را که در سفر هم که باشد خوانیم، فکر کنیم که انشاءالله شاید همون وزن هم یک دانه برنج هم از همین جانب شود و همون روز ما و شما را دستگیر شود. انا این است برادر عزیز شرط مسئله حکم سنت در سفر، انا همین است برادر عزیز و گرامی. برای همین خواندنش برای آدمی که وقت کامون زیاد باشه، امکانیت کامون ناز باشه، هیچی باقی نداره، خوانینش ثواب میگیریم برادر عزیز. زیرا پیامبر نازنین من در سفر مقصد سنت چه خواندگی اناخیم. برای همین این هم پیروی از پیامبر نازنین میشه. سوال دیگر درباره گم نکردن زبان تاجیکی، رسم و آیین‌های تاجیکی در روسیه ما را یک نصیحت میکردیم. بعضی برادرها گفتن که مثلا ما در روسیه عائلوی زندگی میکنیم، یعنی ما بگیم که الکی همچون یک شهروندی روسیه شدیم، زنهامون هم همونجا، فرزندامون هم همونجا. اکنون من اینها را در خاندانهای اونا هم مشته مهمان شدگی من از حال احوال این برادرها همش آگاهی دارم. ولی در همونجا من با اینها گوشزد کرده بودم که در برابر دانستن زبان روسی، زبان تاجیکیش که زبان مادری بگیم، این اولین درجه میستد. پدرها و مادرهای خیلی گرامی، شما به اهمیتی نکنین یا شما سادگی نکنین که خلاص اهمیت به زبانهای مادری تا نتین، بلکه گوید همی روسی را یاد گیرد، انگلیسی را یاد گیرد، خیتایی را یاد گیرد. مقصد تاجیکیش مهم نیست. در این شما بسیار برادرای عزیز بسیار یک خطای کلانی را انجام میتین. شما در جان همین فرزندا جبر کردگین. شما در حق همین بچه ها بگیم بسیار گناهگار کلانی. برای همین اینها چی میدانین شما که آینده شما آیا در همون ملکا هست یا آینده تان در همین وطن خودتانه؟ اگر مبادای فردا شما به همینجا بیاین، فرزندای شما تاجیک، بچه تاجیک، دختری تاجیک، یکی وقتی زبانش نمیدانه، برادرها آخی وقتی میگیم شرم عیب، ایده شرم عیب هست که تاجیکی را ندانه. این تاجیکای ما یک سادگی داریم،
вақте ки ин бачаҳакомон фарзандагогон дигар забонҳоро ёд бигира, дилмона мебара, фаромӯш мекунем, дига мегем тоҷикӣ шуқа зарур нест. Зарур тоҷикие. ҳар ки забони худша ки надона, дигар забонҳоро намедона. барои ҳамин шояд ман фикр мекунам ки агар ба шарти ҳамин тоҷикои мо забони тоҷикишона гум кунанд, дар рӯи дунё ягона миллате ҳай ки забони худша намедонад. ҳамаи мардуми дига забондонанд, лекин забони худшонам хуб медонанд. ман дар русия дидам бисёртона фарзандотон намедонад забони тоҷикира. бо мегум тон ин қадар беаҳамияту бепарвоӣ. аз дигар миллатҳо омадагӣ дар ҳамин тоҷикистон ҳиндиё, амрикоиё, хитоиё омада тоҷикӣ омӯхтистанд. аз шумо як забони тайёра айдаст додагие. барои ҳамин хоҳаро ва бародаро, ин бисёр як гуноҳи калона. ман ҳозир хиёнат бугум бо мушкилтару вазминтар меғалта дар ҳаққи фарзандо, ки иам ай хиёнат кам нест ки фарзанда вақте ай забони ҳамон миллати худаш, модари худаш вақте ки маҳрум ай. пагаи фарзандро раҳмат намега. намега ҳазор раҳмат падару модар ки мара урусира қадӣ забонҳои дигар омӯзондӣ. сол мега ко бояд ҳамора миллатша ту дар ҳамон паспортай дар шоданомаи тоҷик нависондай ко. вай мега ко ман тоҷикам, яки тоҷикиро намедонам. аз ин лиҳоз ина ҳам муҳим ва ҳар чизе ки аз ҳамо расму оинҳое ки мегӯем, аку мақсади ман чи аст ки шумо дар ҳамон ҷо ҳам ҳамсоядориҳотона мақсад риоя кунед, рафту омадотона бикунед. хуб ҳар як идаҳое ки мешавад аз ҳоли якдигар хабаргирӣ кунед, сари гури якдигар биред, аз бемориҳои якдигартон хабар бигиред. خلاص در همون جمع هیچگاه همه چیزها را دست ندین. شما مسلمانین، اینا فراموش نکنید. از قاعده و قانون دینداریتان برادرای عزیز دائم باید آگاهی داشته باشید. در گذاشتن نامهای فرزنداتون هم اهمیت بدین. نامهای فرزنداتون هم نامهای گذارین که از اسلام، از دین ما باشه، یک کس پگاه شناسد که این آدم مسلمانه. در سیوم یا چهارم رکعت فرض اگر مبادای صورت زم کردی چی می شود میگه؟ یعنی ما میدونیم که سیوم چهارم رکعت فرض انا فقط سوره فاتحه خالی است. اگر ما بودایی که در همه یگان زمی سوره هم کردیم، یعنی در نماز ما یگان زلل و یگان خلل وارد شدگی نیست. این محل یا را محل قرائت میگن. یعنی اون خودش که سیوم و چهارم رکعت محلش که محل قرائت ای، جای خواندن که هست، با زمی سوره مقصد سجده سوم واجب نمیشه، گناهگار هم نمیشه. اگر مبادای آدمی که سهوان مثال سوره را زم میکنه، برای می هیچی باقی نداره. دیگر که سوال کرده است که به طهارت سوره خوانه می شود، یعنی طهارت نداره و میخواه که سوره از قرآن خوانه. میتونین شما مثال در یک کار مشغولین یا در جای خوابتون دراز کشیدگیین یا در یک جای شیشتگیین بیکار، به قپیدن قرآن اگر شما مقصد قرآن از زمزمه هم که کنین، طهارت هم که نداشته باشین، هیچی باقی نداره. درست است مقصد. اجازت هایی که شما به طهارت هم مقصد راه هم رفته استید، در یک اتوبوس هم شیشتگی، اگر طهارت هم که نباشد شما قرآن خواندن بگیرین، آیاتهایی را که حفظ میدانین مقصد تکرار کردن گیرین، یگان گناهی نداره. دیگر سوالی که اینجا آمده است،
گفتست مرغ و گوشت روسیه را خوریم یا نخوریم. یعنی در روسیه انا مرغ‌های کشته شدن یا گوشت گاو هست، گوشت بز هست، آیا همیشه را خوریم یا نخوریم؟ برادرای عزیز و گرامی، انا ما امروز در همون ملک‌های روسیه هم دیگر نیاز به گوشت‌های اونها نداریم. نیاز به خوردن گوشت‌های بگیم اهل کتاب نداره. شکر الله مهربان که در تمام شهرهای روسیه برادرای مسلمان ما و شما دکان‌های گوشت‌های حلال شدن. برای همین شما میتونید که فقط از اونها استفاده برید. اگر مبادا یک ضرورت شود که دیگر هیچ امکان نشید، یعنی هیچ امکانی نیست که شما مقصد از همان گوشت‌هایی که از دکان‌های مردم مسلمان خریداری کنین یا در شهرهای شما نباشد، این حالت اگر از همون مرغ‌ها یا گوشت‌هایی که از دولت‌های میان که همونجا اتیکت که حلال زدگیه یا نویسندگیه که ذبح با طریق اسلامی اجازت هایش بخرید. لیکن اگر اینش هم پیدا نشید و شما از بس که قوه کارین باید کار کنین یکون چیزا که با قوت خورین، اینجا در بعد بگیم ای ناچاری و ضرورت بعد رخصت می شود که شما مقصد یکی از پا نزنین، سلامتی را دست نتین، خلاص همین ارگانیزم انسان باید مقصد طلبات همون گوشت دارد، باید که از همون تناول کنه. اگر چقدر ضرور شدین بعد ولی ضرور نشدین، اگر به خوردن ماهی ای، به خوردن یگان کپوست ای، به خوردن یگان تخم ای، اگر به شرطی که شما قدرت قوت داشته باشین با احتیاط کنین، برادرای عزیز با بهترین می شود. سوال دیگر، در خواب طلاق هست یا نه؟ اگر با کسی نقلش کنی چی؟ یعنی نفر مثال در خوابش زنش طلاق میکنه در خواب. آدم در حالت خواب، در حالت دیوانگی اگر زن طلاق کنه طلاق نمیشود. اگر به شرط رفته در یک کسی هم نقلم کنه بگم من در خوابم زن من طلاق کردم، این حالت هم طلاق نمیشود. فقط طلاق در حالتی میشود که مقصد شما با زبانتان، یعنی وقتی زنتان طلاق میکنین گوش هاتون که همون صدای از دهنت برآمدگی را که شنید، انهمینجا چی میشود؟ انهمینجا زناتون باید طلاق میشود. سوال دیگر، بابا جان درباره مناسبت بد والدین با فرزندان که باعث دلخنکی فرزندان میشود کمی صحبت میکردید. مثلا برادرای خواهرای خواهش کردند که درباره پدر و مادرایی که با فرزنداشون بسیار مناسبت زیشت دارند و فرزندا از این خیل پدر و مادر دلخنک شدگی‌اند. امروز در جامعه‌مون برادران عزیز ما به سمع شما رسانم که همین سوال بی نهایت زیاده. یعنی قسمتشون در زندگی فرزندا دخالت میکنن. دخالت نادرست. باز میگم من در دخالت کردن پدر و مادر مقابل نیستم، ولی دخالتی که اگر برای نفع و برای فایده و برای بهبود و برای خوب شدن زندگی فرزندش باشد، خدا برکت یا ایخل پدر و مادرم. لیکن اگر او پدر و مادری که مقصد ما را حتی یک کس گفت یک فرزند زنگ میزنه میگه همگی با اویلم 6 روز زندگی کردم. 6 روز مادرم مجبور دارد که همین زن تا طلاق کن. من گفتم علتش در چیه؟ من فکر کردم حاضر همین دخترها را میبرن، بعد نادختر که میبراین خیلی درم جوابشون میتن. من فکر کردم البته همین خیلی است دیگه مادرش البته مجبور دارد. گفت نه، این
оилае ки ман гирифтам хешои падармай. модарам мега ки мара дар вақташ падарат ғам додагия, ба ҳамин хотир и хеши мисол падартай сарш бите то ман падарта ғам метам. оё бо ҳамин хел модар мо фарзандора чӣ маслиҳат битем? чӣ маслиҳат битем? бигем гапи модарта бигир. модарои азиз, падарои азиз, шумо медонед шумо чӣ хел мартабаву мақоми баланд доред. пайғамбари нозанин гуфтааст ҳумо ҷаннатука ва норук. гуфтааст э фарзандои азиз, бидонед ки ҷаннат ва дӯзахи шумо дар пеши ҳаминҳо ҳал мешавад. шумо иққа мақоми баланд доред, чаро мақомҳотон аз дастон метин? чаро аз ҳамун зинаи болое ки шумоен худотона шумо бар замин мезанед? барои ҳамин падарои азиз, модарои азиз, фарзандорира карда тавонед. ба қадри фарзандотонам бирасед. агар худо фарзандои ба ақлтон дода бошад, бо тоқиётон аз тарафи осмон партоед ки аллоҳ шуморо фарзандои ба ақл додааст. ҳамчун падарвор, ҳамчун модарвор фарзандора як сила кунед, фарзандора дӯстдорӣ кунед, фарзандора итари дуоҳои бад накунед. охи бисёр ман зиёд мешнавам, ман зиёд медонам. фарзандора худозада мегин, фарзандора ҷувонамаргат бикуша, фарзандора баракат наёвӣ, фарзандора оқит кардам. инами чизҳо ҳозира замон. ин нақши падару модар дар ин дохил намешавад. падару модар бояд аз ин гапҳо боэҳтиёт бошад. ин чӣ қадр падару модарои пешин ҳаракат мекарданд дар пои бачакҳошон хор назанад. падару модар ҳатто озор медоданд. падару модар ягон гапе намезад ё ҳеҷ вақт мақсад гумонша бад намегирифт ки яке бачам дар ягон мушкилот назанад. барои ҳамин падарову модарои азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам манзалаву мартабаи худтона бидонед ва бишносед. мо фарзандора насиҳат кардесем, мо фарзандора гуфтесем ки дар нисбати падару модаро чӣ кор кунанд. фақат шумо фақат ҳамон ҷоакҳои худтон дар гуфти ҳамин рӯза истилоҳо сикка кунед, бишинед ва аз фарзандо хизмат талаб кунед. иншоаллоҳ фарзандеро ки агар шамоли амри ба маъруф расида бошад ё агар бо мо ягон лаҳзаву ягон соати шиштагӣ бошад, шуморо болои даст мегардонад. фақат бо фарзандотон фақат бачам бугӯ, хоб як мақсад, як дилу ҷонум бугӯ, бачаҷонум бугӯ, як суханҳои неке бугӯ ки ҳамино мисол бепадару бемодар истода натонанд. падару модаршонро мақсад ҳамеша ёд кунанд, ҳамеша дар фикршон бошанд. худованд ҳифзтон кунад. падару модарои азиз, зан дар ҳолати ғазаби бо мард гӯяд ҷавобамро те, баъд пушаймон шавад, вале мард ҷавобашро намедиҳад. дар ин ҳолат дар никоҳ ягон зарар дорад ё на? мақсад занак бисёр ғазабнок мешававу мегӯяд ки мардак мара ҷавоб мабите. яки мардак ҷавоб намета. баъд ҳамин ҳолат дар мақсад ғазабошон дур мешавад. ин хоҳари мо пурсида ки оё ҳамин ҷо никоҳҳо дар ягон зиён шудааст? не, зиён нашудааст. фақат вақте ки шумо ғазабнок шидин, ҳолати ғазабнокам ҳамие ки мега рост бошӣ дар ҷот бишӣ, шиштагӣ бошид роз бикаш. агар ба шарте ки мақсад дар ҳамун хона бошӣ берун бибро. агар дидӣ ки нашид, мега таҳорат кун то ҳамин ғазаби ту дур шавад. дар ҳолати ғазаб нагӯ ки мардака ки мара талоқ мабите, зеро ки дар ҳамин ҳолат талоқ мекунад бисёр ҳол бад мешавад. лекин барои оне ки ту талоқ пурсидӣ, ту гунаҳгор шидӣ, ту пеши худованд тавба кун. вале дар никоҳу дар талоқтон ягон зиёне шидагӣ нест. саволи дигар: баъзе одамҳо дар намоз баъд аз рукӯъ дастонашро то китфошон боло мекунанд. ин чӣ маъно дорад? оё ин дуруст аст ё на? яъне бародарои азиз, баъзе нафарҳо мегӯянд
در داخل نماز دستاشون تا کتفشون میبردارن، یعنی رفع یدین میگن. رفع یدین یعنی میبردارن دستاش را با در بالای سینه‌شون میبندن و هرگاهی که از رکوع میرون مثال رفع یدین میکنن، ای رکوع با راست میشون با رفع یدین میکنن. آیا همین مقصد درست است یا نادرست؟ من برادرای عزیز در پیشم کتاب آثار و سنه از علامه از محدث محمد ابن علی نیموی در پیشم دارم. این برادرای عزیز در کتابش انا باب دارد، یک باب میگد که باب ترک رفع الیدین فی غیر افتتاح، یعنی یک باب هست که فقط میگد در حالتی که آدم نیت میکنه، ما نیت میکنیم دستامون تا همین راستی نرمی گوش الله اکبر میگیم و دستامون همین خیلی بسته در زیر ناف میگیریم. یک باب داره میگه فقط در همین حالتی نیت کردن دست بردارین خلاص. یعنی برادرای عزیز این مسئله اگرچه مسئله اختلافی است، یعنی حدیث های در باب رفع یدین هم هست، ولی در ترکشم برای که پیروای مذهب امام ابو حنیفه هم دانند که اینها برای چی رفع یدین نمیکنن، اینجا ما 10 حدیث از پیامبر نازنین هست. به این خاطر بینین من یکی از اونها را به شما خوانم. ان علقمه قال قال عبدالله ابن مسعود الا اصلی بكم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة رواه الثلاث و هو حدیث صحیح. برادرای عزیز راوی حدیث حضرت علقمه این مردک فقیه کوفه بود، در زمانهای رسول الله را یافته بود ولی او را دیدگی نیست. جناب ذهبی در نسبت حضرت علقمه میگه امام بود، حافظ بود، مجتهد کبیر بود. ذهبی میگه این علقمه میگه عالم عقیده بود و همچنان محدث بود و شاگرد عبدالله ابن مسعود بود. برادرای عزیز ما اصلا همی پایه مذهب ابو حنیفه عبدالله ابن مسعود است. عبدالله ابن مسعود یکی از فقیه های زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یکی از شاگردهای برجسته پیامبر ما بود. ولی بین حضرت علقمه چی میگه؟ شاگرد عبدالله ابن مسعود است، شاگرد صحابه، شاگردی که با پیامبر بوده میشه. میگد که گفت الا اصلی بکن صلات رسول الله، آیا نماز رسول الله را برای شما بخونم؟ یعنی بخونم نمازی را که پیامبر خوانده است. فصلی حضرت گذارید نمازه. فلم یرفع یدیه الا فی اول مرة. میگه همون دست خیلی کمی مذهب خودمون میبرداریم الله اکبر میگیم یک بار در اول همون قدر میبرداشت تمام. یک بار برداشت دیگر نه از رکوع بلند شدن ده برداشت نه دیگر از سجده بلند شدن ده برداشت، یعنی رفع یدین نکرد. حضرت عبدالله ابن مسعود که همیشه با پیامبر گرامی بود. انا که میگه همین حدیث انا 3 کتاب معتبر خودمون روایت کرده است و حدیث اسنادش صحیح گفتن. یا کیان؟ یکم حضرت ابو داود در کتاب صلاتش، دوم جناب امام ترمذی در کتاب صلاتش، همچنان جناب امام نسائی هم در کتاب صلات، یعنی در کتاب نماز. هر 3 اینها برادرای عزیز چیکار کردن؟ اینها مقصد در کتاباشون انامین حدیث آوردن، اسنادش صحیح گفتن. این جناب علقمه به غیر مثال از عبدالله از 16 صحابه دیگر حدیث روایت میکنه. از آن جمله نگاه کردم حضرت عمر، از حضرت عثمان، از حضرت علی، از حضرت ابوبکر، حضرت سلمان، ابی دردا، حذیفه، حضرت عایشه صدیقه،
از اینها هم حضرت علقمه حدیث میاره. دیگر حدیث عن الاسود قال رأيت عمر ابن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة رواه الطحاوي وأبو بكر ابن أبي شيبة وهو أثر صحيح. جناب امام نووی که در کتابش این حدیث را آورده است، جناب اسود میگه که من دیدم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را، دویم یار پیامبر، دویم خلیفه اسلام، میگه برداشت دستهاش در اول تکبیر، یکم بار برداشت دیگر رفع یدین نکرد. جناب امام طحاوی و جناب ابن ابی شیبه ایرا مقصد چکار میکنن؟ میارن. و برادرای عزیز و گرامی میگه همین حدیثی را که اسود گفت صلیت مع عمر فلم یرفع یدیه فی شیء من صلات، جناب اسود میگه که اینجا دا از بالا میآید از ابو بکر ابن ابی شیبه قال فی مصنف حدثنا یحیی ابن آدم عن حسن ابن عیاش از عبدالله از عبدالملک ابن حسین از زبیر ابن عدی از ابراهیم از اسود. بعد میگه گذاشتم همراه عمر و ندیدم میگه رفع یدین شد. انکو و عبدالملک میگه که جناب عبدالملک میگه رأیت شعبی و ابراهیم و ابو اسحاق لا یرفعون ایدیهم فی الصلاة. جناب عبدالملک، جناب امام شعبی، جناب ابراهیم، جناب ابو اسحاق، اینها هم چی گفتن؟ گفتن که ما شعبی را دیدیم رفع یدین نمیکرد. این امام ابن کثیر برادرای عزیز جناب شعبی را میگه که امام شعبی را که علم 400 صحابه را داشت، ولی ایرا همچو فقیه هست، شعبی هم فقیه هم هست، محدث هم هست، ولی میگه وقتی ما دیدیمش میگه رأیت شعبی و جناب ابراهیم دیدم، عبدالملک میگه ابو اسحاق دیدم، میگه یا رفع یدین نمیکردن. جناب ذهبی هم امام شعبی را امام هم میگه، حافظ هم میگه، فقیه هم میگه. ابن حجر اسقلانی که شارح صحیح بخاری ابن شعبی را میگه بسیار فقیه فاضل بود. یعنی با همین قدر مقام ها و مرتبه هایی که مقصد امام شعبی داشت، بینه رفع یدین نمیکرد، علم 400 صحابه را داشت. یعنی پیروای مذهب ابو حنیفه بدانند که یعنی این برای چی اینها رفع یدین نمیکنن، تا اینها را ایراد نگیرن که این حدیث مقصد. اینها هم حدیثن، اینها هم نفرای عادی نیستن که ما مقصد اینها را یک طرف گذاریم. خب ابن سیرین میگه که وقتی که من کوفه آمدم جناب امام شعبی را دیدم که همین کسی که رفع یدین نمیکرد و علم 400 صحابه را داشت، میگه دیدمش که یک حلقه بزرگی درسی داشت. ببین حتی میگه صحابه ها اون وقت میگه زیاد بودن. دیگر ان عاصم ابن کلیب ان ابی ان علیا کان یرفع یدیه فی اول تکبیره من الصلاة ثم لا یرفع بعده رواه طحاوی و ابو بکر ابن شیبه و بیهقی و اسناد صحیح. برادرای عزیز جناب عاصم ابن کلیب از پدرش میگه جناب علی رضی الله عنه را میگه بود که دستش می برداشت در همون تکبیر اول، بعد از آن دیگر دستش نمی برداشت. جناب امام طحاوی باز همین ابن ابی شیبه که اینم بگیم که در مصنفش جمع آوری حدیث کردگی های، اینم بگیم محدث های، اینم مثل همین طبرانی و دیلمی و بیهقی و نسائی و ابن ماجه و همینا کتاب دارن
در چیزش آورده با اسناد صحیح میگه حضرت علی هم مثل همین حضرت عمر بودن. خب اینجا چندین برادرای عزیز، حتی اینجا ان ابراهیم قال کان عبدالله ابن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلاة الا في افتتاح صلاة. یعنی جناب عبدالله را هم ابراهیم میگد که من دیدم عبدالله ابن مسعود هم که یعنی فقط در اول نماز دستش میبرداشت، یعنی همون نیتش میکرد و دیگر رفع یدین نمیکرد. برادر عزیز اینها هستند. اینجا من چندین مقصد حدیث ها، حتی اینجا بعد قال نیموی، خیلی بعد نیموی چی میگه؟ الصحابه و من بعدهم مختلفون فی هذه الباب. میگه خیلی امام نووی میگه صحابه ها و بعد صحابه ها میگه اختلاف های در همین باب ها داشتن. اما خلفاء الاربعه فلم یثبت عنهم رفع الایدی فی غیر تکبیرة الاحرام والله اعلم بالصواب. حضرت امام نیموی میگه که صاحب می کتاب میگه لیکن در نسبت چهار یار ابوبکر و عمر و عثمان و علی میگه هیچ ثابت نشده است که اینها میگه مقصد رفع یدین کرده باشند. اگر حدیث های صحیح باشد صریح نیست، صریح باشد صحیح نیست. خلاص حضرت ها نگاه کردن، دیدن و سنجیدن که رفع یدین در کتاباشون ندیدن. اینجا یک چیز دیگر را من قید کنم، شاید به همین صحبت من انجام میتونم برادرای عزیز. اینجا یک مسئله دیگر در همین باب میگه، همین خود ابو حنیفه میگه مناظره ای اگر برادرای ما خطی سواد داشته باشین، جناب امام اوزاعی برادرها با ابو حنیفه در همین باب بحث کردگیه. میگه اوزاعی ای در مکه بود. امام اوزاعی این مردک محدثه، این مردک بگیم یک علم حدیث هم تا بختگیه. وقتی ابو حنیفه رو میگه در مکه دید، گفت چرا گفت رفع یدین نمیکنی؟ ابو حنیفه را گفت چرا تو رفع یدین نمیکنی؟ همین امام اوزاعی گفت بعد گفت زیرا که حدیث صحیح و صریح گفت وارد نشده. امام اوزاعی را گفت ابو حنیفه. بعد اوزاعی گفت که گوش کن، اگه گوش کن، گفت حدیث صحیح که گفتی گوش کن، من حدیث ابو خانم. بعد اوزاعی خان عن زهری عن سالم عن ابیه عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرفع یدیه. بعد گفت که جناب زهری از سالم از پدرش از ابن عمر یعنی از عبدالله بچه حضرت عمر روایت کرد که رسول الله رفع یدین کردگی. بعد ابو حنیفه گوش که گفته که تو گوش که گفت ان حماد ان ابراهیم ان القمه ان اسود ان عبدالله ابن مسعود ان نبی کان لا یرفع یدیه الا عند الافتتاح. بعدی هم گفت ابو حنیفه گفت که حماد از ابراهیم ای القمه ای اسود ای عبدالله ابن مسعود فرمودند که پیامبر رفع یدین نمیکرد. بعد اوزاعی گفت که من با تو از زهری و از سالم گپ میزنم، تو ای حماد و ابراهیم گپ میزنی. بعد ابو حنیفه چیش گفت؟ گفت حماد گفت حماده که من میگم ای عالمتر و فقیهتر گفت ای زهری بود. ای زهری که تو گفت آوردی. ابراهیم که من میگم ای سالم بچه عبدالله ابن عمر ده این فقیهتر بود. القمه در علم فقه گفت از بچه حضرت عمر هیچ کمی نداشت. القمه را گفت و اسود گفت این فضل بزرگ داره. عبدالله گفت در جای خودش. میگه اوزاعی دیگه یگان سخن نگفت. وقتی شنید ولی تصدیق کرد. مقصد مثل امروزه نیستن که در مناظره و در بحث در کشمکش مرده که وقتی که سخن ابو حنیفه را گوش کرد، عالم‌هایی را که حضرت آورد وای میشناخت، دیگر یگان گپ دست میکرد. برای همین برادران عزیز و گرامی، هر عملی که در مذهبون هست
شما فریب نخورید. شما هیچ وقت مقصد برای چی قدر من تاکیدتان میکنم، ما مذهبی در انشاءالله پیروی داریم دادار عزیز که از شرکیات، خرافات، بدعت از همه خلاص است. این مذهبی هست برادرای عزیز که از روی انصاف اگر گوییم میگه سخن مرا در حدیث در آیت نیفتیم، در دیوار زده پرچه پرچش کنیم. مردک از باوری و علمش گپ میزنه. برای همین دادرای عزیز پیروی ای مذهبتون کنین. الله مهربان حفظتون کند. خداوند کاراتون در برار برکت دهد. خدا خواه با انشاءالله سوالهایی که در پیشم دارم اکی اینها در ساعتهای خیلی زیاد در کارای برای شما باز من صحبت ها در آینده دارم. الحال برای همه شما بازم تنی صحت، ایمان کامل، وقتی خوش نصیب گردانه الله مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين.